ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва ман фикр мекунам ки мо айни ҳол баъзе сабабҳои техникӣ доштем, сабабҳои техникиро бартараф кардем ва иншааллоҳ мувофиқи ваъда мо ин лаҳзаҳо дар мавриди қурбонӣ бо шумо суҳбат хоҳем кард ва яке аз бародарони мо ин лаҳзаҳо дар хати алоқаи мо ҳастанд ва ман пас аз чанд сонияи дигар бародар Абдуллоҳро пайваст мекунам, то ки ба суолҳои мову шумо дар мавриди иди қурбон ва дар мавриди чорвои қурбонӣ суҳбат дошта бошем, чун рӯзҳои чанд рӯз аст ки шунавандаҳо ва тамошобинони шабакаи Қуръон Дастурамали инсон ва замони донистан ба мо дар комментарияҳо мепурсанд ва занг мезананд, мепурсанд ки рӯшанӣ меандохтед ба қурбонӣ ва чӣ гуна ва кадом чорворо қурбонӣ мекунанд ва суолҳо хеле зиёд ҳам ҳастанд ва мо кӯшиш мекунем дар муддати чанд лаҳзаи кӯтоҳ ба баъзе аз суолҳои шумо ҷавоб гоҳем. ва ба воситаи скайп мо суҳбат дорем бо бародари мо Абдуллоҳ ки ин лаҳзаҳо аллакай пайваст шуданд ва ман он касро пайваст мекунам. алло, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. бародари азиз, бародари гиромӣ, хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед. шумо розӣ бошад ва мо шунавандаҳои мо таи чанд рӯз аст ки бисёр суолҳо пешкаши мо карданд ва иншааллоҳ ки ин лаҳза мо ба он суолҳо якҷоя бо шумо посух хоҳем гуфт иншааллоҳ. ва агар шумо тамошобинони гиромӣ шумо низ суолҳо дошта бошед, марҳамат метавонед ин лаҳза дар зери комментария ба мо суолҳои худро равон созед ва иншааллоҳ ки мо кӯшиш мекунем ба суолҳои шумо посух гӯем. ва сароғоз мехостам ки дар мавриди каме таърихи қурбонӣ ё ин ки иди қурбон, барои чӣ мо иди қурбонро ҷашн мегирем, умуман дар мавриди каме таърих суҳбат мекардед. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. صدای من میشنوید؟ بله بله شما رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حمد و ثنای به پایان بر خداوند یکتا و درود و صلوات به پایان بر حبیب ما و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را و سلام سنت الاسلام برای شما بینندگان و شنوندگان شبکه قرآن دستورالعمل انسان و برای شما اینچنین برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگوییم. البته این یکی از قدوم عید اضحی یا عید قربان یکایک شمایان با یکی از قدوم ماه ذوالحجه، دهه ذوالحجه، روزهای مبارک، روزهایی که ما و شما باید این را پرثمر استفاده بریم. الله حق سبحانه و تعالی بعد از سپری گشتن ماه رمضان برای ما و شما هر یک موسم های مهیا میکند که تا اینکه ما و شما برای خود یک توشه گرفته باشیم و اینچنین یکی از روزهای مبارک خداوند این دهه ذوالحجه می باشد و روز دهم، روز نهمش روز عرفه است که از همه بهترین روزهاست. روز دهم روز عید قربانی است که الله سبحانه و تعالی بندگانش را بعد از
تمام شوی عبادت ها بزرگ یکی از همون حج است و 10 روز شخص مسلمان روزه میگیرد در ایام ذوالحجه، دهه ذوالحجه که رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث مبارک خود فرمودند که من امید دارم که یک سال گذشته روزه دهه ذوالحجه یک سال گذشته و یک سال آینده گناهان بنده را محو میسازد میگویم. بنابراین بعد از حاجی ها در حج تمام کنی ختم حج یکی از رکنهای اسلام، الله سبحانه و تعالی بندگانش را همچون خوشنودی عید قرار داده است. حقیقتا بنده مؤمن همان وقت خوشنود و خرسند می شود که وقتی روزش و روزهای او با طاعت و عبادت پروردگار می گذرد. و این چونین ما می بینیم که عید رمضان هم، عید فطر هم بعد از ختم ماه مبارک رمضان، وقتی که بندگان الله سبحانه و تعالی یک ماه پرفیض و پربرکات را با طاعت و عبادت های الله سبحانه و تعالی انجام می دهند، الله سبحانه و تعالی برای آنها ختام این ماه را همچون عید قرار داده است. و البته اگر عید قربان را گیریم، اگر تاریخ عید قربان را گیریم یا قربانی را گیریم، برای ما و شما بسیار شنیده هستیم که این از ایام ابراهیم علیه السلام، یکی از سنت های ابراهیم علیه السلام است که وقتی که خداوند در سوره صافات نقل میکند قصه ابراهیم علیه السلام با فرزندشان اسماعیل، برای ما و شما معلوم است که ابراهیم علیه السلام چقدر وقتی سن بزرگی رسیده صاحب فرزند شده بودند. همان فرزند عزیزشان را الله سبحانه و تعالی امر میکنند که تا اینکه ذبح کنند. البته این امتحان الله بود برای پیامبرش ابراهیم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی در سوره صافات میفرماید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. الله میگوید وقتی فرزندش اسماعیل علیه السلام بلغ معه السعی، وقتی بلاغت رسید، وقتی جوان شد، تصور کنید کودک در ایام کودکیش پدر و مادرش بسیار زحمت میکشند، ایام دشواریش ایام وزنین است و یا کلان میکنند کودک را. وقتی که یان پدر استادنی شد، وقتی که دستیار پدر و مادرش شد، این از همه حالت هایی که پدر و مادر انتظار همین لحظه ها هستند، الله سبحانه و تعالی میگوید وقتی که بلاغت رسید، وقتی که سعی و کوشش کرده میتوانستگی شد، خداوند امتحان کرد. گفت قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. ابراهیم علیه السلام به نزد فرزندشان اسماعیل آمدند و خبر دادند، گفتند ای فرزندم، ای پسرکم، من در خوابم دیدم که شما را ذبح میکنم، قربانی میکنم. تربیه فرزند همین خیل کرده بودند که البته این ثمره تربیه ابراهیم علیه السلام بود که در جواب فرزندشان پسرشان اسماعیل علیه السلام گفتند فانظر ماذا ترى، شما چی میگویید؟ گفته پرسیدند که قال یا ابت افعل ما تؤمر. اسماعیل علیه السلام گفتند ای پدرجان، آنچه که امر کرده شده اید اجرا کنید، به چون و چرا اجرا کنید. افعل، حتما اجرا کنید. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، و مرا شما از جمله صبر کنندگان در میابید. و وقتی که در دوام آیت الله سبحانه و تعالی میگوید فلما اسلم و تله للجبین، وقتی به خداوند تسلیم شدند هم پدر هم پسر ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، خداوند چیکار کرد؟ و نادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ای ابراهیم، ما شما را، ابراهیم علیه السلام ندا کرد خداوند و گفت قد صدقت الرؤیا، شما خواب خود را، رؤیای خود را تصدیق کردید، شما از امتحان پروردگار هر دو گذشتید. البته خواب پیامبران، رؤیا الانبیاء وحی
در اثر آمده است که خواب انبیا وحی است، همچون وحی است. و الله سبحانه و تعالی در آیه 107 میگوید و فدیناه بذبح عظیم، و ما چیکار کردیم؟ فدا کردیم جان اسماعیل علیه السلام را با یک بذبح عظیم. مفسران میگویند عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگویند قال کبش قد رعی فی الجنة 40 خریفا، یک قوشقاری بود که 40 سال در جنت چریده گشته بود. الله سبحانه و تعالی آن را برای ابراهیم فدا کرد و ابراهیم علیه السلام چیکار کردند؟ آن را ذبح کردند. اینچنین البته قصه ابراهیم علیه السلام و اسماعیل را ما بسیار شنیده هستیم. این تاریخی چی بود؟ تاریخ قربانی بود و از پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم سال دوم هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی مشروعیت شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدند دیدند که آنها عید را جشن می‌گرفتند. گفتند این چی روز است؟ گفتند این روزی که ما از دوران جاهلیت این را همچون عید قرار داده بودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قد ابدلکم الله بعیدین خیر منهما، الله سبحانه و تعالی برای شما دو عید قرار داده است که از این عیدها بهتر است و افضل است. و همون کدام عید است؟ عید قربان، عید الاضحی و عید الفطر، عید فطر است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که آمده است ضحى بکبشین املحین، رسول الله صلی الله علیه و سلم با دو قوشقار املحین سب سفید خوشرو بود رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کردند و گفتند یکتش از نام خودم و از نام اهل بیت من است و یکیش از نام امتان من است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینچنین در حدیث دیگری خود از عایشه رضی الله عنها روایت است که می‌فرمایند ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله عز وجل من حراقة دم، از همه محبوب ترین کاری که فرزندان آدم در روز عید قربانی میکنند، از همه محبوب ترین بهترین عمل در نزد الله سبحانه و تعالی کدام است؟ این جاری کردن خون چاروا است. و انه لیأتی یوم القیامة بقرونها و اظلافها. الحمدلله این کمی از تاریخ بود. الله جزای خیرتان دهد، چون ما بسیار در قصه های حضرت ابراهیم علیه السلام را شنیدیم و نقل کردیم و انشاءالله تماشابینان ما نیز از این برخوردار شدند و سوال های زیاد در مورد خود قربانی است و از شما خواهش میکردم که چند سوالی که این لحظه ها تماشابینان ما آن را برای ما فرستادن به آن سوال ها جواب گوییم و کوشش میکنیم کوتاه کنیم چون وقت شما نیز کم است و من فکر میکنم که سوال ها نیز خیلی زیاد است و انشاءالله که همان هایی که سوال ها برای ما روان کردند انشاءالله جواب خود را خواهند گرفت. و سوال اول چون این است که قربانی برای کی واجب است؟ کی میتواند قربانی کند؟ قربانی البته اولین شرط های قربانی این مسلمان بودن است، شخص مسلمانی که به بلاغت رسیده است و عاقل است و قادر است، توانا است و موافق بعضی گفته های علما صاحب زکات دهنده باشد، یعنی صاحب 85 امروز نصاب زکات مالش به نصاب زکات رسیده باشد. نصاب زکات 85 گرم طلا است و اگر کسی که بغیر از روزی خودش، رزق و روزی خودش، بغیر از خانه و در و این چیزها، اگر موافق گفته علما صاحب زکات دهنده باشد، صاحب اینقدر مبلغ و مال باشد، میتواند، برای او واجب است که باید چیکار کند؟ قربانی کند. و بعضی از اهل علم گفتند که شرط نیست که
صاحب نصاب باشد، صاحب زکات دهنده باشد. تنها کفایه است که قادر باشد تا اینکه مال قربانی را خریده تواند. یعنی یک مال باشد که امروز مثلا یک گوسفند چند سامان می استد، همون مبلغ مال در دست او از زندگی خود اضافه باشد، زیادتی باشد، برای او چی می شود؟ باید که واجب می شود که قربانی کند. و چون که شما پیشتر نیز قید کردید، اگر که ما می دانستیم که قربانی کردن چگونه اجر و ثواب می آورد و اندیشه ما، اندیشه بعضی نفرها که شاید که فکرشان دیگر باشد، البته که بعد از دانستن اون اجر و ثواب طرز اندیشه‌رانیشان نیز دیگر خواهد شد. و البته این بهترین عمل است، چنانه که شما در بالا قید کرده گذاشتید، یعنی کسی اگر میتواند و کسی اگر قادر است قربانی کردن برایش بهترین عمل است، چون این عمل را رسولان الله اجرا کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد خیلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ها نیز آمده است. و به سوال دیگر گذاریم. اینجا آمدند که چگونه حیوانات جایز است برای قربانی، چگونه حیوان را میتوانیم قربانی کنیم؟ بله، از حیوان ها فقط چارپاهایی که خانگی هستند، اشتر است و یا گاو است و یا گوسفند است و یا بز هم از جمله عائله گوسفندان داخل می شود. و البته رسول الله صلی الله علیه و سلم سن و سال آن را معین کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جابر رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن لا تذبحوا الا مسنه الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذع من الضأن. شما قربانی کنید چاروای مسنه را. مسنه گفته در زبان عرب ها اشتری که 5 ساله شده است، یعنی به سن 5 ساله در آمده است، 5 سال را مکمل کرده است، و گاوی که از گاو باشد 2 ساله را پر کرده است و بز باشد 1 ساله را پر کرده است. و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و رسول الله میگویند الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذع من الضأن. اگر این چیز برای شما اجرا کردنش دشوارتر باشد، شما میتوانید گوسفندی که 6 ماهه را پره کرده است میتوانید قربانی کنید. بله، خیلی خوب. یعنی که از گوسفند 6 ماهه بالا میتوانند که قربانی کنند، درست فهمیدیم؟ بله، گوسفندی که 6 ماه را پره کرده است از 6 ماه بالا، و بز 1 ساله، گاو 2 ساله را پره کرده باشد و اشتر 5 سال را پره کرده باشد. و چگونه بین هم تقسیم میکنند؟ مثلا یک گاو را چند نفر باید تقسیم کنند؟ و در این مورد کوتاه اگر میگفتیم برای فهمیش درستی مردم. بله، چنانه که در احادیث روایت شده است، از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگویند نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم عام الحدیبیه البدنه عن 7 والبقره عن 7. روایت امام مسلم است که جابر ابن عبدالله میگویند سال حدیبیه، همون سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکم بار عمره را نیت کرده برآمده بودند، اما مشرکا پیش راه رسول الله و صحابه ها را گرفته بودند. همون سال رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند که قربانی هایشان را اجرا کنند. جابر میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتر را برای 7 نفر و گاو را اینچنین برای 7 نفر ذبح کردنش را 7 نفر شریک شده یک اشتر را و یا 7 نفر شریک شده یک گاو را میتوانند قربانی کنند و بین هم تقسیم کنند. و گوسفند و بز از نام یک نفر میتوانند قربانی کنند. گوسفند را تقسیم که از یک نفر زیاد قربانی کرده نمیتواند، یعنی 2 نفر شریک شده نمیتوانند. بله، درست فهمیدیم. و طرز تقسیماتش را برادر عبدالله میگفته، طرز تقسیمات و طرز تناول آن را، یعنی که آن شخصی که قربانی کرد آیا میتواند گوشتش را خودش تناول کند و چگونه تقسیم کند؟
بله، از این جهت چنانه که آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت ها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم کلوا و ادخروا و اطعموا گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی وقتی شما قربانی میکنید چنانه که معلوم است 3 تقسیم باید قربانی را، مال قربانی را شخصی قربانی کرده 3 تقسیم کند. یک قسمش برای خود، اهل و عائله‌اش، و یک قسمش را برای یار و دوستانش و یک قسمش را برای محتاجان، کم بضاعتان، یعنی 3 قسم میکند و همین طور تقسیم میکند. گو مثلا 7 باشد، اگر 7 نفر باشد گو را 7 نفر کنند، 7 ضرب 3 21 میشود، یعنی 21 قسم میکنند گو را. یک نفر میگیرد قسم حق خودش را 3 تقسیم میکند و میشود 21 قسم میشود. این موافق سنتی است. البته میشود که انسان میتواند که همه اش را خودش گیرد، میشود که همه اش را تقسیم کند، این هم افضل است. و باز چنانه که در حدیث آوردیم سنتی اش چی است؟ 3 تقسیم میکنند. و تشکر زیاد اینش رو نیز فهمیدیم، یعنی گوسفند رو اگر که ذبح کردند 3 تقسیم میکنند و یک قسمش برای خودی صاحبی قربانی کرده و یک قسمش برای کمبغلان و یک قسم دیگرش رو میتوانند برای مهمانان و آنهایی که به خانهشان شاید که تشریف آورند برای آنها پخته و یعنی که خوردن برای آنها. درست فهمیدیم؟ بله بله. خب سوال دیگر، آیا گوسفندی اخته شده میتوانند آن را قربانی کنند یا اینکه گوسفندهایی که گوشتش بریده شده است و یا یگان جایش بریده است؟ بله، در حدیث ها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که ضحى رسول الله صلی الله علیه و سلم بکبشین املحین موجیین خصیین. حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگویند وقتی قربانی کردن، قربانی یعنی اخته، چنانه که شما گفتید گوسفندی اخته را قربانی کردند و بعضی از اهل علم گفتند که اگر همون اخته کردنش برای تا اینکه گوشتش با لذت تر شود و گوشتی همون بعضا گوشت هایی که قربانی میکنند اگر اخته نباشد میگویند بوی دارد، بوی میکند، وقتی اخته میکنند بویش میرود، میگویند برای همین اگر همین فایده هاش باشد اگر باقی نیست، چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند، میتوانند که گوسفند اخته را انسان قربانی کند. و اما در بابت گوسفند هایی که گوشش بریده است یا شاخش شکسته است میگویند البته این برای گوشت ضرر ندارد و میتواند انسان قربانی کند، ولی افضلش و بهترش چقدر میتواند مال زیبا و مال بهترین را برای الله سبحانه و تعالی قربانی کردن در راه الله سبحانه و تعالی انسان باید اختیار کند. برای همین شاخش شکسته یا گوشش بریده این مکروه هست میگویند. ماشاءالله، خیلی خوب، معلومات های زیاد گرفتیم و اینجا تماشابینان ما نیز فعال شدند و سوال ها پیشنهاد میکنند و اگر اجازت باشد از سوال های تماشابینانی که عیناً خودی حاضر در آنلاین هستند به سوال هاشان کوشش کنیم جواب گوییم و اگر که جواب با دلیل باشد انشالله جواب میگوییم و اگر که جواب به دلیل باشد از آن خودداری میکنیم و بعداً روزهای دیگر انشالله جواب میگوییم. اگر شما راضی باشید من اون سوال رو میخونم. بله بفرمایید. خب یکی از تماشابینان ما اینجا سوال کردند میشود که نکشی و چاروا را فروشی و مبلغش را به کم بضاعتان خیر کنی. خب شاید که منظور این شنونده ما چاروا را
نوشتند من عیناً میخوانم می شود که نکوشی و چاروا فروشی و سومش خیر کنی کم بیزاتا ده. البته چنانه که در حدیث بالا ذکر کردیم، در حدیث گذشته که حدیث صحیح است، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند بهترین عملی که بنده روز قربانی این کاری که انجام میدهد این حراقت و دمین، یعنی کشتن مال است، جاری کردن خون است و همون خونی که جاری می شود نزد خداوند پیش از آنی که در زمین جاری می شود در نزد خداوند جاری می شود وای خون. برای همین ببینید که این روز را روز قربانی گفتند. ایام النحر یعنی روز قربانی است. حتی خداوندم همون سوره‌ای که همه ما و شما بسیار میخوانیم، الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره کوثر فصل لربک وانحر، تو نماز گذار، نماز عید قربان را میخوانی و پس از آن چی کار کنی؟ باید قربانی کنی و قربانی کردن موافق قول علما واجب است و انسان وقتی قادر باشد باید حتما چی کار کند؟ قربانی کند و خیراتی که مبلغی که خیرات میکند وی راهی وی باز دیگر است، این راه این دیگر است. هر یک عبادت، برای همین بعضی علما میگویند که از همه بهترین عبادت کدام است گفته سوال میکنند و در جواب میگویند که بهترین عبادت وقت است. در همون وقت کدام کار را اجرا کردن حتمی است، انا همون کار را اجرا کنیم همون بهترین عبادت است. در روز عید قربانی از همه بهترین قربانی کردن است. برای همین بهتر آن است که قربانی کنند، یعنی که گوشت را خریده و تقسیم کردن نه و بلکه قربانی کردن این بهتر است. بله. خب سوالی دیگر از برادر، یکی از تماشابینان ما، فکرهای اسلامی، اون نفر سوال دادند که قربانی را چند فرقه به انسان ها تقسیم کرده میتوانیم؟ این سوال یکمشان. و بیاید بعد از سوال اول به این سوال جواب میگویم، انشاءالله باز به سوالهای دیگر میگذاریم. قربانی را میتواند خیلی که گفتیم یک قسمش را برای خودش میگیرد، یک قسمش را برای دوستانش هدیه کند. یعنی مال قربانی هم میشود که هدیه باشد، هم میشود که خیرات باشد. هدیه را برای دوستان دارا و برای شخصان دارا هم کرده میشود و این چنین اگر با نیت خیرات باشد همون نفرهایی که الله سبحانه و تعالی در آیت فطر روزه گفته است یا زکات گفته است، همون آیت حاضر در ذهنم نامده ایستاده است، همون نفرهایی که شامل زکات گیرنده هستند میتوانند برای همونها انما الصدقات للفقراء والمساکین، البته صدقات، زکات و اینچنین مال قربانی برای چی؟ برای فقرا، فقیرها، کم بضاعتها و برای مساکین، مسکین و هکذا. تشکر، الله جزای خیرتون دهد. من فکر میکنم که جوابی قانع کننده بود. و سوالی دیگر اینجا آمده است. السلام علیکم. فرزندان می توانند از تن والدان یگان چاروا قربانی کنند؟ اگر می توانند چند چاروا؟ یعنی که فرزند از نام والدانش می تواند چاروا را قربانی کند. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، یعنی منظور از سوال آن برادر فکر میکنم که پدر و مادرشان شاید وفات کرده باشند. یعنی انسان آیا میتواند از نام پدر و مادری که وفات کرده اند از نام آنها قربانی کنند؟ یکی از صحابه ها
آمدند به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند این امی ماتت افاحج عنها، مادری من وفات کردند، از این عالم چشم پوشیدند گذشتند، آیا من میتوانم از نام او حج کنم؟ یعنی حجم یک عبادت است. و گفتند آیا من میتوانم حج کنم؟ گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم حجی عنها، بله، گفتند شما میتوانید حج کنید. قیاساً بر همین انسان میتواند که از نام والدینش اگر از این دنیا گذشته باشند میتواند قربانی کند و ان شاء الله الله سبحانه و تعالی قربانی کند و ثواب از ثواب آن بهره مند میگرداند. تشکر زیاد. اینجا باز سوالی دیگر از فکرهای اسلامی آمده. سوال دوم، در بعضی جاها قربانی میکنند اما با چشم نمیبینند، آیا این درست است و آیا قبول می شود؟ و به مثلی که شاید منظورشان آن است که به مثلی که یگان نفر در بسیار اکثر وقت این خیلی مشهور شده است، در روسیه هم این گونه برادران هستند میگویند که ما از نام شما قربانی میکنیم و بعد از آن مثلا گوشتش رو مبلغش رو حساب و کتاب میکنیم و بعدا شما میتوانید مبلغش رو روان کنید، یا به همین مانند حادثه ها خیلی زیاد است امروز. در این مورد شما چی گفته میتوانید با دلیل ها اگر باشد؟ خوب، سوال شما دو تقسیم کنیم. یکمش انسان آیا میتواند یگان شخص را وکالت دهد که از نام او ذبح کند، و چنانه که در صحیح مسلم آمده است از جابر رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نحر 63 بیده و امر علی رضی الله عنه ان یذبح الباقی. رسول الله صلی الله علیه و سلم 63 قربانی را با دست خود ذبح کردند و باقی مانده را علی رضی الله عنه را وکالت دار کردند که باقی مانده را علی رضی الله عنه ذبح کنند، امر کردند که علی ذبح کنند. البته موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان باید قربانیش را با دست خود ذبح کند. اگر نتواند میتواند قصاب ذبح کند و این چنین می شود که بعضی مؤسسه ها هست، بعضی جایهای مؤسسه های خیراتی هستند که از نام شما مبلغ قربانی را پرداخت میکنید، از نام شما قربانی میکنند و همون گوشت قربانی را به کمبزاعت ها، به شخصان محتاج، به شخصان نیازمند تقسیم میکنند. این درست است، این جایز است انشاءالله. اما همون سوالی که در آخر سوالتان گفتید، یک نفر مثلا یک نفر میگوید که من قربانی شما را، گاو شما را یا گوسفند شما را میبرم، ذبح میکنم، بعدا بر میکشیم، وزن میکنیم و موافق گوشت تازهش وزنش چقدر باشد به هر کیلوگرمی همون موافق شما مبلغش را، نرخش را پرداخت میکنید. من همین خیلی فهمیدم. آخری سوالتون همین خیلی بود به فکرم. بله. اگر این خیلی باشد چنانه که علما شرح داده گفتند این البته جایز نیست و بیع یعنی خریدن آن شخص پره اجرا نمی شود. به ملک او پره زیر ملک او و مال خریده او نمی درآید، چون او مبلغش را پرداخت نکرده است، پولی مقداری مبلغ مالش معین نشده است، گویا تنها این نفر گوشت خریده ایستاده است. اما الله سبحانه و تعالی مقصد از قربانی ما و شما تنها گوشت خریدن و گوشت خوردن نیست و الله سبحانه و تعالی چنانه که میگوید لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. به الله سبحانه و تعالی گوشت شما، خون آن حیوان ها نمیرسد، از آن چیزهایی که شما ذبح میکنید نمیرسد، ولكن يناله التقوى منكم، تقوای شما به نزد الله سبحانه و تعالی میرسد. گرچند که نیتی وی برادر قربانی هم که باشد، ولی
مال خریدهشان پره به ملکشان داخل نشده است. یعنی اگر که وکالت داده باشد به کسی را، چون که در اروپا بسیار این معمول است، چون در اکثر دولت‌های اروپایی ضبط کردن مال اجازت ندارد، از این خاطر وکالت میدهند نزدیکان خود را که در مثلا در تاجیکستان این کار را به انجام دهند. یعنی این اجازت دارد. یعنی این دلیلش را شنیدیم که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله عنه را به این کار وکالت داده بودند و یعنی که این کار علاقه سنت است، در سنت است. بله. خب تشکر زیاد، شما را فهمیدیم و فکر میکنم که شنونده های ما نیست، تماشابینان ما نیست درک کردند. و اینجا سوالی دیگر آمده است. السلام علیکم، از عبدالستار قربانوف. انسانی قرضدار آیا میتواند قربانی کند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سر اول دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی بنده های مؤمنی که قرضدار هستند، الله سبحانه و تعالی آنها را از قرض نجات دهد. و چنانه که رسول الله صلی الله علیه وسلم هر صبح و هر شام دعا میکردند که اللهم انی اعوذ بک من غلبة الدین، یا الله من با تو پناه میطلبم از غالب آمدن قرض، و از قرضداری رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه میطلبیدند. برای همین شخص قرضدار یکی چنانه که بیان کردیم شرط های قربانی این قادر بودن، توانا بودن و مال قربانی را، پول قربانی را داشتن است، دارا بودن است. برای همین شخص قرضدار اولا چقدر میتواند قرضش را باید پرداخت کند. اما یک چیز را گفتنی هستم در این مورد که قرض چنانه که علما بیان کردند شاید دو نوع قرض است. یک قرضی که حال است، قرضی باید پرداخت کند. بعضا قرضی هست که برادر عزیز قرض تاجرا هست. تاجرا تجارت میکنند، در عرف تاجرا در عرف تجارتشان رایج است، مشهور است. این چیز مال دارد اما بین همدیگر داد و گرفت دارند، مال میتید چنانه که معلوم است به نسیه، همون را همچون قرض میدانند و همون شخصی تاجر قرضدار هم قرضدار است، ولی در دیگر نفر شاید خودش هم قرض داده باشد. یعنی قرضش، این قرض دادگیش قرض گرفتهش را پوشانده میتواند، یا کالا دارد یعنی مال دارد که دیگر مال هایی که در فروش است، در تجارت است، میتواند همون را فروخته قرضش را پرداخت کند. یعنی این قرضدار به معنی که دارا هست. تجارتچی ها از قرض اکثرا امروز تاجرها شاید میده چویده چقدر قرض ها دارند ولی میتوانند پرداخت کنند. برای همین این نمود قرض حال نیست، قرض نسیه است، قرضی که مدت دارد، مهلت دارد و همون شخص تاجر توانا است و ای را پرداخت کند. برای همین ها اینها نمیتوانند که از این فتوا بهره گرفته من قرضدار هستم، من باید اول قرضم را پرداخت کنم، به من قربانی کردن درست نبوده است، جایز نبوده است گفته از این سوء استفاده نکنند. آنها دارا هستند، باید که چی کار کنند؟ قربانی کنند. الله نگهبان شما باشد، شما را حفظ کند. بهترین چیزهایی که باید ما میدونستیم آن را این لحظه بازدارک کردیم. خب سوالی دیگر اینجا آمده است و این سوال را من چندین بار هم در زیر کامنتاری ها خواندم. خب یک بار دیگر حاضر اون را میرسونم به شما. السلام علیکم، از خوشبخت شمسی سوال آمده است. یک گوسفند برای یک نفر یا برای یک عائله می شود، ثوابش به اهل عائله‌اش می رسد؟ خب به این سوال ما جواب دادیم و اگر کوتاه با فقط یک جمله جواب می گفتید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، یک نفر یعنی سردار عائله می تواند چیکار کند؟ قربانی کند و ثوابش و همون قربانی کردهش از نام اهل عائله‌اش و فرزندانش می شود، چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کردند و از نام اهل بیتشان این چنین نیت کردند.
خب سوالی دیگر. السلام علیکم. مردی دو زنه چند چاروا میتواند قربانی کند اگر هر دو زن در یک خانه است؟ و علیکم السلام و رحمت الله. انسانی که دو زن دارد، سه زن دارد، چهار زن دارد، یک گوسفند می شود که از نام همه اهل عائلش قربانی کند، چنانه که رسول الله صلی الله علیه و گفتیم 9 تا عائله داشتند و رسول الله صلی الله علیه و یک قربانی کرده از تمام اهل بیتشان آن را نیت کردند و اگر دارا باشد می تواند علاوه از نام هر یک عائلش ذبح کند. اینم بهتر است و افضل است، ان شاء الله ثوابش زیادتر است. یعنی که از روی سنت اگر گیریم برادر عبدالله، رسول الله صلی الله علیه و سلم هرچند که چند عائله داشتند یک گوسفند ذبح کردند، درست است؟ بله بله درست. و فکر میکنم که افضل است آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجرا کردند. یعنی شما گفتنی هستید که منظوری من اگر حتی دو عائله داشته باشد هم اگر تواند یک چاروا را ذبح کند، یعنی که بالا رفتن یا اینکه زیاده کردن. نه این خیلی است برادر عزیز. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از همه دشوارش را اجرا کنند اگر یا از همه قینترش را اجرا کنند، نه همه امتانشان قادر است آن را اجرا کند. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی هر کاری رسول الله صلی الله علیه و سلم که شریعت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه چنانه که آمده است کان اذا خیر بین امرین اختار ایسرهما. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی بین دو کار اگر دو چیز اختیار پیدا کنند، همیشه از همه سبکترش را اختیار میکردند. و برای همین این معنی ندارد که در چیزهایی که انسان اگر چقدر بیشتر اجرا کند ثواب زیاد دارد آن را، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم من نکردند. اگر من آمده باشد انسان باید حتما همون یک تا را کند، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام امتهای خود را در نظر گرفته از همه سبکترش را اجرا کردند. شخصی دارا میتواند اگر قادر باشد 2 تا 3 تا 4 یا میتواند یک گاو را چنانه که ما بیان کردیم 7 نفر میتواند قربانی کند. یک دارا میگوید من گاو را 7 نفر شریک نمی کنم، 1 نفر خودم از نام خود و از نام اهل بیتم قربانی میکنم میگوید. برای چی ما برای او اجازت نمیدهیم؟ اجازت جایز است ان شاء الله. تشکر زیاد ان شاء الله که درک کردیم. و خب اینجا یک سوال دیگر آمده است، گفتند که یک گوسفند را آیا میتواند که 2 نفر تقسیم کند؟ یک گوسفند را 2 نفر نیت کرده نمیتوانند، چنانه که بیان کردیم یک گوسفند از نام 1 نفر می شود و می شود که اگر سردار عائله باشد در ثوابش اهل بیتش شریک می شود، ولی شخص بیگانه آمده شریک شده در مبلغش در تقسیم کنش شریک شده نمیتواند. یک گوسفند از نام 1 نفر. تشکر زیاد و این نیز روشن شد. و اینجا باز چند سوالی دیگر آمده است. برای چی شخصی قربانی میکرده موی نمیگیرد و همچنین ناخون نمیگیرد و این چی معنی داشته باشد؟ لبای میشنوید ما را؟ از نو تکرار یک مرتبه دیگر تکرار میکنیم. برای چی شخصی قربانی میکرده موی سر نمیگیرد و ناخون نمیگیرد؟ فهمو. در روایتی که در امام مسلم روایت کردند از ام سلمه رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که اذا دخلت العشر و اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا.
سلمه میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی دهه ذوالحجه داخل شد، یکم ذوالحجه شد و اراد احدکم ان یضحی و نفری از شما نیت قربانی کرد، موی سر و ناخونش را و اعضای بدنش، پوستش، چیزی که نباشد آن چیزی که گرفته می شود نزدیکی نکند، نرسد، کوتاه نکند، قیچی نزند. گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند و بعضی از اهل علم این را سنت گفتند و بعضی از اهل علم واجب گفتند. برای همین بهترش این که تا اینکه از خلاف برایت احتیاط کند و موی سر و ناخونش را نگیرد. اگر مبادا گرفته ماند، مبادا یک نفر نمیدونست گرفته ماند، مجبور شد گرفته ماند و البته قربانی او صحیح است، درست است، ولی موافق سنت نشده است. خب سوال دیگر اومده است کی وقت ذبح حیوان و باز به مثل همین سوال آیا میتوانیم در روز دوم عید مال را ذبح کنیم؟ خب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که وقت ذبح حیوان بعد از نماز عید است. صحابه ها با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند ما روز عید نماز میخوندیم ثم نرجع فننحر، پس برمیگشتیم به خانه هایمان یا به نزد مال قربانی و قربانی میکردیم. من فعل هذا فقد اصاب سنتنا، کسی که این کار را اجرا کرد سنت ما را اجرا کرده است، گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اگر نفری که پیش از نماز عید ذبح کرد، انما هو لحم یقدمه لاهله، و تنها گوشت است، ثواب قربانی را نگرفته است و عبادت قربانی از نام او جاری نشده است. و انسان میتواند موافق گفته علما اولین روز عید قربان پس از نماز، اینچنین دومین روز عید قربان میتواند انسان ذبح کند، اینچنین میتواند سیومین روز عید قربان تا غروب آفتاب، تا آفتاب فرو رفتن میتواند قربانی کند. وقتی سیوم روز عید قربان آفتاب نشست دیگر قربانی کرده نمیتواند. و بعضی از اهل علم گفتند که در شبش هم، یعنی یکم روز دوم روز شبانه میتواند قربانی کند، ولی مکروه هست گفتند. یعنی این همچون علاوگی بر سوالشان، شاید بعضی نفرها مثلا در شب میشود شرایط پیدا کنند، میشود البته، ولی مکروه هست. برای همین مختصرا ببخشید افضلیت این در یکم روز عید بعد از نماز بعد از خواندن نماز عید. بله، افضلیت چنانه که حدیث امام بخاری و امام مسلم را روایت کردیم، یکمین روز بعد از، البته بعد از عید قربان چنانه که معلوم است بعد از نماز عید خطبه هست، خطبه را گوش کرده بعد از خطبه میروند بعد قربانی میکنند. یعنی در روز دوم و سیوم نیست دلیل آمده است به قربانی کردن؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که آمده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ایام التشریق ایام ذبح ایام اکل و شرب، گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم ایام تشریق گفتند 1 و 2 و 3 و بعضی از اهل علم 4م روزم اجازت دادند چون ایام تشریق است، ولی احتیاطاً ما میگوییم 1 روز، 2 روز، 3 روز. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند روز ذبح است و روز خوردن و روز خرسنده است گفتند. تشکر زیاد. و اینجا سوال دیگر، گوشت قربانی رو چگونه باید تقسیم کرد؟ به این ما جواب گفتیم. و سوال دیگر، پوست و مال قربانی ممکن است فروخته شود و یا ممکن است که به قصاب داده شود و یا قصاب یگان چیزی از گوشت یا گرفتنش جایز است؟
برای قصاب حق خودش را باید پرداخت کرده شود. قصاب نمیتواند از مال قربانی همچون حق خدمتش را گیرد، چنانه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که علی رضی الله عنه میگویند امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقوم على بدنه و ان اتصدق بلحمها و جلودها و اجلتها و الا اعطی الجزار منها قال نحن نعطیه من عندنا. یعنی خلاصه ترجمه این حدیث چه است؟ علی رضی الله عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا مکلف کردند که گوشت های قربانیشان را صدقه کنم، تقسیم کنم، گوشت هایش رو، پوست هایش رو، و برای قصاب حق خدمتش را ندهم. و گفتند یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نحن نعطیه من عندنا، ما حق قصاب را از نزد خود پرداخت میکنیم، ما میدهیم برای او. گفتند این چنین پوست و دم و عموما یگان چیزی مال قربانی را فروختن جایز نیست، درست نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که روایت شده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من باع جلد اضحیته فلا اضحیه له، کسی که پوست قربانیش را، جلدش را میفروشد، فلا اضحیه له، گویا او قربانی نکرده است، برای او قربانی نیست. گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعضا شاید سوال شود که حاضر مثلا نفرها در شهر زندگی میکنند، در جایهای زندگی میکنند که شاید بعضی پوست و پا و کله و دیگر چیزها را نمیشود که ما چیکار کنیم، استفاده بریم یا تازه کنیم، یگان چی کنیم، و این چنین نفری نیست که این را مثلا از ما همچون خیرات قبول کند. بعضی مؤسسه ها هست که میگیرند همون را و فروخته چیکار میکنند؟ پولش را خیرات میکنند، به محتاجان، به نیازمندان تقسیم میکنند. برای همین از روی ضرورت، اگر همون هم به شرطی که مبلغی که به دست آورده میشود از پوستش یا از کلهش باشد، از پایهای قربانیش باشد، خیرات کرده شود. خیرات کرده شود، این هم در حالت ضروری. درست، ما شما رو فهمیدیم. و آن چیزی مهم آن بود که قصاب را نمیتوانند از گوشتی مال قربانی شده یعنی که چون مبلغ دیند. ولی آیا همون قصاب چون گوشت قربانی را میتواند چون قربانی قبول کند؟ یعنی که صاحب قربانی میخواهد که گوشت را تقسیم کند، یکیش همون قصاب باشد، آیا وی میتواند 1 کیلو یا اینکه 2 کیلو به خودی قصاب دهد؟ میشود، باقی ندارد انشاءالله. به شرطی که حق خدمتش نباشد میشود که همچون هدیه، همچون مال قربانی حق خدمتش را علاوه پرداخت کند و چند کیلو باشد همچون هدیه برای قصاب هدیه کند، انشاءالله باقی ندارد. خب وقتی برنامه ما نیز کمی به پایان میرسد، ولی سوالها زیاد هستند و اگر به 2 سوال دیگر جواب میگفتیم و بعد از آن انشاءالله که جنبست میکردیم. خب از تماشابین ما اینجا آمده است. السلام علیکم، از نام فرید. در یک کتاب خواندیم قصاب بعد از گلوی گوسفند را بریدن 2 رکعت نماز خوانده بعد کارش را دوام دهد، پوست کند یعنی گوسفند را میده کردن. آیا در وقت قربانی نماز خواندن ضرور؟ سوال. خب والله اعلم، این گفته سوال دهنده را من بار اول میشنوم. شاید در یگان روایت ها آمده باشد، شاید من پر این کار هم کرده نمیتوانم، ولی شرط نیست که حتما باید چیکار کند؟ 2 رکعت نماز خواند. شاید آمده باشد ولی حتمی نیست. در کتاب هایی که احکام قربانی را ذکر کردند نآمده است که شرط قصاب باید 2 رکعت نماز خواند و پس از آن پوست کند. تنها همینش آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی قربانی الله سبحانه و تعالی را تسبیح می گفتند و
با نام خداوند، بسم الله، الله اکبر، اللهم تقبل منی میگفتند. به نام الله، الله بزرگ است، خداوندا الله این قربانی مرا قبول کن. همین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همین است. تشکر زیاد. و یک سوال نهایی بیاید بینش نیز جواب گویم و جنبست میکنیم. قربانی کردن باید هر سال باشد؟ از محمد نبی آمده است. چنانه که گفتیم بعضی علما فرض کفایه گفتند، بعضی واجب گفتند، بعضی سنت گفتند. برای همین اگر قادر باشد، اگر مذهب امام اعظم را گیریم، قادر و توانا باشد باید هر سال اجرا کند. اگر توانا نباشد لااقل در عمرش یک مرتبه اجرا کند. و اگر توانا نباشد، چنانه که گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم دو خوشخوار را قربانی کردند، یکیش را از نام خود و از نام اهل بیت و دیگرش را از نام تمام امتانی که قادر نیستند از آنها قربانی کردند. یعنی مختصرا چنانه که گفتید وقت نماز شام هم نزدیک شده ایستاده است. برای همین در آخر اگر اجازت بینندگان شما را، شنونده ها را، در آخر یک چند سخنها گفتنی هستم که این روزها روزهای بسیار پرقیمت است. دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی عبادت های ما و شما را قبول فرموده باشد و چقدر میتوانیم و الله سبحانه و تعالی با طاعت ها، با عبادت ها نزدیکی جوییم. و این چنین با قربانی، وقتی قربانی میکنیم چقدر میتوانیم نیت های ما و شما خالص از برای الله باشد. حتی علما گفتند که 7 نفری که شریک میشوند و گاو را قربانی میکنند، از بین آنها، از بین 7 نفر 1 نفر اگر نیتش تنها گوشت باشد، نیتش تنها خالص از برای الله نباشد و چیزهای دنیوی باشد، اگر 7 نفر قربانیشان قبول نمی شود گفتند. برای همین چقدر می توانیم خالص از برای الله باشد عملهای ما و شما و به الله سبحانه و تعالی در این ایام نزدیکی جویم و از این قربانی که میکنیم و این چنین قصه ابراهیم علیه السلامی که ذکر کردیم ما و شما عبرت گیریم. پیش از آنی که قربانی میکنیم اول باید نفس خود را، بالای نفس خود ما غالب بیاییم و نفس خود را از برای الله سبحانه و تعالی قربانی کرده باشیم. اگر برادر عزیز دیگر سوال ها نباشند، حتی سوال ها باشند هم انشاءالله باز وقت دیگر جواب خواهیم داد. بله، تشکر زیاد برادر گرامی قدر. خیلی خوشحال شدیم که شما امروز خواهش ما و خواهش شنونده های ما را به جا آوردید و به بسیار سوال های خوب جواب هم گفتیم و ما کوشش میکنیم. هرچند من ثبت نکردم و من فکر میکنم که این ثبت به طور اتوماتیکی در شبکه ما باید که ثبت شود، چون تماشابینان میپرسند که آیا ما میتوانیم دوباره تماشا کنیم. انشاءالله که شاید که تماشا کرده شود و این رو ما کوشش میکنیم که از جهت های تکنیکیش دیده برایم. از شما تشکر زیاد میکنم و انشاءالله که روزهای نزدیک باز برنامه های دیگر در موضوع دیگر با شما خواهیم کرد. الله نگهبان شما باشد. در امان خداوند باشید. شما هم اینچنین دعاگوی باشید. خداوند به شما نیز چون سبب کار خیر شدید پاداشش را از الله حق سبحانه و تعالی دعاگو هستیم. انشاءالله خواهان اجر هستیم. الله حق سبحانه و تعالی اجرهای فراوان در این ایام مبارک برای شما و اهل بیت شما نوشته گرداند. سلامت باشید. خداوند سعادتمندی هر دو جهان را نصیبتان گرداند. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، مخلصان شبکه های قرآن دستور عملی انسان و زمانی دانستن، خب از هر یکی شما در علایدگی تشکر ابراز میکنم. الله به هر یکی شما جزای خیر عطا کند و این ماهی که ماه مبارک است و چنانه که ما عین حال شنیدیم
بسیار برتری ها از دیگر ماه ها دارد و ما دو عید داریم، یکی عید سعید فطر است و دیگر عید الاضحی، عید قربانی است و سزاوار باید که این دو عید مسلمانی را جشن گیریم. و بسیاری ها در اروپا زندگی میکنند، در روسیه بسیاری ها زندگی میکنند و ما توانیم که با خصلت نیک خود نمونه عبرت باشیم و توانیم به مردم روسیه و مردم اروپا خصلت بهترین مردم مسلمان را نشان دهیم، یعنی که مهمانداری و همچنین باز با همدیگر نکو رفتار کردن، سخنهای خوب گفتن. انشاءالله که الله سبحانه و تعالی خیر یکی ما را قبول کند و هر آن نفری که قادر است، هر آن نفری که میتواند قربانیش را به اجرا رساند. ما کوشش میکنیم روزهای نزدیک باز به دیگر سوالهایی که شما اینجا برای ما پیشنهاد کردید جواب ها آماده کنیم و با اهل علم صحبت داشته باشیم. الله حفظ کند شما را و تا بخوری دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.